اصطلاحات مهم انتخاب رشته. سهمیه ها در کنکور. در حال حاضر در نظام گزینش دانشجو در کنکور سراسری ما 3 نوع سهمیه داریم: سهمیه 25%، سهمیه 5% و سهمیه مناطق. 3 تا منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3 رو شامل میشه. داوطلبانی که عضو یا متعلق به هیچ یک از سهمیه‌های 5% و یا 25% نباشند در سهمیه مناطق گزینش میشوند. سهمیه ها واقعیت های امروز کنکور ایران هستند. توجه داشته باشیم دوستان عزیز که اگر شما داوطلبی سهمیه 5% هستید، با توجه به سهمیه 5% اگر موفق به ورود به رشته دلخواهتون نشدید، می توانید شما رقابتتون رو در سهمیه منطقه ادامه بدید. لذا سهمیه های 5% به دلیل در واقع قدرت کمتر هم داخل 5% مورد گزینش قرار میگیرند و هم در سهمیه منطقه‌ای که یکی از مناطق 1، 2، 3. یادتون باشه دوستان، انتخاب رشته شما و گزینش شما با توجه به سهمیه انجام میگیرد. برای اطلاعات بیشتر حتما کپشن رو مطالعه فرمایید.